ما امروز در این جمع پرشکوه افتخار داریم که تمام فعالان سیاسی که در خارج هستند امروز با هر شکل با ما همنوا و پیوند دارند و ما از این افتخار میکنیم که این روز روزی سرنوشت ساز خواهد بود و این روز روزی تاریخی در تاریخ تاجیکستان خواهد بود. امروز این شکوه و این بزرگواران این پیام را به جهانیان بار دیگر میرسانند که تاجیکان و تاجیکستانیان از دست یک عده جنگجو ظلمخواه و ستمگر مورد ظلم قرار گرفتند. عده هم پشت میله های زندان و عده هم بیرون از کشور به سر میبرند. فرزندان ایشان و پیوندان آنها چه در داخل و چه در خارج اذیت آن را میکشند که امروز جبر اساسی و ستم اساسی را از دست هموطنان و هممیهنان خودشان میچشند. امروز مردم تاجیک در برابر دیگران حق و حقوق آن را دارند که آزادانه و سربلندانه انتخاب عقیده داشته باشند. طوری که ما آگاهیم حکومت تاجیکستان در این اواخر و کوچکترین حقوقها و حقوقهای کانستیتوسیونی مردم دخالت کرده آنها را نگذاشته و نمیگذارد که آزادانه و بدون کدام ترس و وحش زندگی خودشان را به سر ببرند. ما از این مقام و از این مکان مقدس بار دیگر تقاضا داریم و طلب داریم که حکومت تاجیکستان و کسانی که با حکومت تاجیکستان همکاری دارند و کسانی که دست حکومت تاجیکستان را دست ظالمان یک عده حکومت ظالم و دیکتاتور را در این روزا میگیرند بار دیگر هوشیار باشند و بار دیگر بدانند که این همه دستگیری و کمک ها بر ضرر ملت انجام می شود. کمک یک عده جنگخواه و یک عده ظلم پیشه همیشه بر ضرر ملت ها انجام می شود. این ملت ها هستند که پایدار می مانند و این حکومت ها به زودی خواهند رفت و می روند. تاریخ هم به ما این واقعیت ها را بارها و بارها گوشزد کرده است که هر ستمگر عاقبت به ذلت و به خواری خواهند رفت.